سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم بهتون آموزش بدم که چجوری برای اکانت فری فایرتون جیم بخرین و باهاش وسایل بخرین. بچه ها اولین کار تو گوگل بنویسین، سرچ کنین اوپی جیم و این سایت براتون میاد. کلیک میکنین روش. بچه ها این سایتی که میگن خودم ازش خرید کردم و جمعم خرج کردم. بچه برای کالاف داره، پابجی داره و بازی دیگه هم داره، ولی من مثلا فری فایر میزنیم جیم و اینجا هر جیمی که میخوام، مثلا 110 جیم، 1060 جیم، 210 جیم، که من خودم 310 جیم خریدم و استفاده کردم ازش. بچه مثلا شما 310 جیم میخرین، یه بهتون اضافه میکنه یه چند تایی. بچه مثلا شما میرین داخل میزنین روی، من مثلا 310 تا رو انتخاب میکنم. اینجا آیدی اکانتتون رو میزنین، که بعدش اینجا اسم اکانتتون رو میزنین و اینجا میزنین ثبت. بعدش دیگه اونجا میزنین. حالا من خودم یه چیز الکی مینویسم، بذارین خودم یک چیز الکی مینویسم، مثلا اینا. اینجا بچه باید اشتباه من عدد باید بنویسم، مثلا این میزنید افزودن. خب بچه اینجا میگه که شما میخواین چند تا بخرید، یعنی شما الان میخواین چند تا 110 تا بخرین. من میگم مثلا یک. اینجا نمیزنین رو خود، میگین تصفیه حسابو میزنین و تصفیه حسابو بزنین میخرین اون 110 تا. و بعد یه مدتی برای شما یه پیامی میاد که پیام اینجاست. بچه نکنید من خودم خریداری کردم، الانم میرم داخل فری فایر تا نشونتون بدم. بچه خب الان بزنیم بیاد بالا. فایر بچه الان که ببینیم، حالا من جمعه خرج کردم، ولی نگاه کنیم من 2 تا جمع باقی مونده دارم. خب بچه نگاه کنیم من 2 تا جمع باقی مونده دارم. حالا اینا رو خرج کردم و اینا، ولی شما اگه میخواین میتونید اینجا بخرید. الان نگاه من 2 تا جمع فقط باقی مونده، ولی بچه کاملا درست و کار میکنه و میخواین بخرید اینجا بخرید، مثلا از جای دیگه نخرید. ولی اینجا بخرید من مطمئن خودم ازش خریدم و اینا. بچه نگاه کنید مثلا وسایل اینو خودتون میفهمید ساده بخرید. مثلا میتونی 1600 تا پول بدین و دیگه حساب و اینا رو بعدش. تا ویدیو بعدی خدا